سلام. بالاخره ببینیم این قضیه خودشناسی به کجا رسید. خب پس گفتیم که خودشناسی یعنی اینکه آدم بیاد یه آیدنتیتی از خودش در نظر بگیره، یه شخصیتی که اون شخصیتی که بهترین خودش، یعنی بهترین ورژن خودش دوست داره چی باشه، اون رو درست کنه و ارائه بده و بگه من اینم، خودش رو به دنیا معرفی بکنه به اون شکل. یعنی اونقدر خودت رو بشناسی، بدونی که آیدنتیتیت چیه، دوست داری که چی باشی و به چه صورت خودت رو به دنیا نشون بدی و شکوفا بشی، که به این مرحله میگن مرحله شکوفایی. حالا این رو میان توی به صورتهای مختلف بیان میکنن. از نمیدونم من کتابای شعرهای عرفانی که گرفته، دقیقا مراحلی رو که مازلو توضیح داد و از مرحله اول که تو نیازهای اولش خب خیلی خورد و خوراک و نیازهای فیزیکی داری، تا مراحل بالا که دیگه آدم نیازهای فیزیکیش برطرف میشه، یه شغل خوب پیدا میکنه، امنیت مالی داره، احساس امنیت میکنه. بعد اینجا دیگه نیاز چی؟ نیازهای اینکه احترام اجتماعی میخواد بگیره، دوست داره سطح اجتماعیش بالاتر باشه و سلف استیم به اصطلاح داشته باشه. و بعد از اونه که آدم وقتی که به اون مرحله هم برسه، دوست داره که خودش رو ارائه بده و بگه که من اینم و بهترین ورژن خودش رو به دنیا معرفی بکنه، که همون خودشناسی. یعنی وقتی خودت رو کامل شناختی و تمام اون مراحل اولیه رو طی کردی، از مراحل خوردن و به اصطلاح پوشاک و بعد داشتن شغل مناسب و بعد پیدا کردن عشق مناسب، دوست داشتن و دوست داشته شدن، و بعد سلف استیم که احترام به گرفتن احترام از بقیه و حفظ داشتن احترام توی یک کامیونیتی یا یک اجتماعی. و در مرحله بعد که مرحله خودشکوفایی و بیان کردن خود آدمه، که این در واقع میگم مثلا توی حالا هر کسی اومده اینو به یه صورتی بیان کرده، ولی نمیدونم چرا اینقدر همه اومدن اون فلاسفه اینو خیلی سخت بیان کردن. عرفا مثلا خواستن که بیان چه میدونم 7 شهر عشق را عطار گشت که به کجا برسه. در واقع اومده اینو خیلی سخت بیان کرده و تو وقتی که شکوفا میشی و خودت رو بیان میکنی، در واقع خیلی حس خوبی میگیری و همون حسیه که در مرحله آخر عطار بیان میکنه، که خیلی ساده مازلو اینو به صورت یه پیرامید مرحله به مرحله بیان کرده و میگه وقتی که تو به اون مرحله شکوفایی میرسی و اون حس خوب رو میگیری، یک حس اشتیاق و شوق و شور خیلی خوب، چون که بهترین ورژن خودت رو در بهترین حالت داری به دنیا نشون میدی و این خیلی حس خوبیه که توی آدم ایجاد میشه. و حتی مثلا میگه که دیگه اینا نیازهای از اونجا به بعدش که دیگه تو امنیت شغلی هم گرفتی، دیگه از اینجا به بعدش نیاز به دوست داشتن، دوست داشته شدن و رسپکت و شکوفایی نیاز در واقع روحانیه، یا نیازیه که آدم دوست داره، نیاز معنویه به اصطلاح حالا خیلی از این
آدمایی که سخت بیان میکنن اینو نیازیه که آدم دوست داره از لحاظ روحی و روانی ارضا بشه و خودش رو به اون اوج برسونه و این رسیدن به اوج در مرحله دیگه خیلی بالاست که حالا چطوری به این مرحله برسیم. فقط و فقط باید خودمون رو پیدا بکنیم و تعهد داشته باشیم نسبت به اون چیزی که میخوایم بشیم، خودمون بهترین خودمون رو مدام جلوی چشممون داشته باشیم که من اگه انضباط دیسیپلین که میگه کامیتد و دیسیپلین داشته باش تا بتونی به اون بهترین خودت برسی و خودت رو همیشه توی اون حالت ببین، چون که خیلی وقتا هست که آدم ناامید میشه وسط راه. خب آسون نیست رسیدن به مرحله خودشکوفایی، چیزیه که تو باید براش خیلی زحمت بکشی گاهی اوقات تا و همیشه تا بتونی اون بهترین خودت رو ارائه بدی. پس در اثر اتفاقایی که توی زندگی برای آدم میفته خیلی وقتا آدم واقعا خودشو گم میکنه، راهشو گم میکنه و خیلی ول میکنه دیگه، میگه ولش کن، من اصلا همینی که هستم کافیه، خوبم، ول کن، چی میخوام دیگه. حالا در اثر ناملایماتی که تو زندگی اتفاق میفته و هزاران اتفاق دیگه آدم راهش رو گم میکنه، میره توی راه دیگه و از اون مسیری که بره